بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور. هرگاه بهار رو دیدید بسیار از قیامت یاد کنید، زیرا قیامت شبیه بهار است. آغاز سال 1404 هجری شمسی و بهار پرتراوت رو که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت است، با امید به آینده‌ای روشن سرشار از صلح و عدالت و پیروزی حق بر باطل ان شاء الله آغاز خواهیم کرد. با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی بین دو کشور دوست و برادر، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، ظرفیت گسترش روزافزون این تعامل و ارتباط صمیمانه بیش از پیش فراهم شده است. در سالهای اخیر روابط دو کشور ایران و افغانستان در عرصه‌های فرهنگی، دینی و علمی مورد توجه قرار گرفته و بایستی بیش از پیش تقویت شود و امید است در سال جدید این روابط گسترش بیشتری پیدا کند. همچنین ما در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قرار داریم که این روز رو حضرت امام خمینی قدس سره الشریف روز جهانی قدس نامگذاری نمود تا همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و مقاومت در برابر اشغال و ستم زنده بماند. این روز یادآور حقانیت آرمان قدس شریف و مقاومت مردم فلسطین در برابر تجاوزها و بی‌عدالتی هاست. باید به نسل‌های آینده به رسم امانت بگوییم که به یاد داشته باشید ما در زمانی زندگی می کردیم که در یک ساعت 180 کودک فلسطینی در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در فلسطین و غزه مظلوم شربت شهادت نوشیدند و حتی یک اعتراض در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان صورت نگرفت. پس این رو به خاطر بسپارید و اون رو به نسل‌های آینده منتقل کنید. در اینجا جا دارد که از مقاومت غرورآفرین ملت افغانستان در برابر اشغالگران یاد کنیم. ملت قهرمان افغانستان با پیشینه‌ای پر افتخار از مقاومت و جهاد بار دیگر در طول تاریخ شجاعانه در برابر اشغالگران و متجاوزان ایستادگی کردند. از مقاومت در برابر استعمار انگلیس تا جهاد ضد شوروی و مبارزه با اشغال آمریکایی ها، مردم افغانستان هویت مقاومت خود رو حفظ کردند و قطعاً پیروز این مقاومت ملت عزیز و قهرمان افغانستان است. عید سعید فطر رو و جشن پایان ماه مبارک رمضان و زمان شکرگزاری بر الطاف الهی رو به همه مسلمانان جهان، به ویژه ملت‌های دوست و برادر ایران و افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. این عید بزرگ نماد وحدت، برادری، همدلی و پیروزی است که نماد آن در تقوای الهی جلوه‌گر شده است. در پایان صعود تیم ملی فوتبال ایران رو برای 4مین بار پیاپی و نیز 7مین بار به جام جهانی 2026